ایرانیان عزیز خارج از کشور، راهپیمایی‌های بزرگ و پرشکوه شما در روزهای گذشته در 4 گوشه جهان، از استرالیا تا سراسر اروپا تا کانادا و آمریکا، به هم‌میهنان شجاعمان در میهن اشغال شده نیرو و امید داده است. صدای شما صدای ملت ایران است. سپاسگزار و قدردانتان هستم. امروز در شرایطی که جمهوری اسلامی با کشتار بیرحمانه و حکومت نظامی هزینه حضور مردم در خیابان‌های ایران را بسیار بالا برده، مسئولیت شما در جلب پشتیبانی بین‌المللی برای هم‌میهنانمان سنگین‌تر است. اهمیت نقش شما از هر زمانی بیشتر است. تداوم فعالیت‌های شما لازم و ضروری است. گسترده‌تر، هماهنگ‌تر، منسجم‌تر و هدفمندتر. همانطور که در کنفرانس خبری اخیر در واشنگتن اعلام کردم، ما در این مرحله 6 خواسته مشخص از جامعه جهانی داریم. همه فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور، از تجمع و تحصن و راهپیمایی تا گفتگو و نامه‌نگاری با تصمیمگیران و قانونگذاران و تا اطلاع رسانی در رسانه‌ها و شبکه‌های آنلاین، میبایست پیرامون این 6 خواسته متمرکز شود. نخست، حفاظت از مردم ایران با تضعیف ماشین سرکوب رژیم، به ویژه از طریق هدف گرفتن سپاه پاسداران، فرماندهان آن، ساختار فرماندهی و زیرساخت‌هایش. دوم، فشار اقتصادی حداکثری با مسدود کردن دارایی‌های رژیم در سراسر جهان و هدف گرفتن شبکه مخفی نفتکش‌های آن موسوم به ناوگان ارواح. سوم، فراهم کردن اینترنت آزاد برای ایران از طریق استارلینک و دیگر ابزارهای ارتباط امن، از کار انداختن توان رژیم برای قطع اینترنت. چهارم، اخراج دیپلمات‌های رژیم و پیگرد قانونی جنایتکاران علیه بشریت. پنجم، آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی. و ششم، آمادگی برای گذار دموکراتیک در ایران و به رسمیت شناختن دولت انتقالی مشروع. من از همه شما می‌خواهم زیر پرچم شیر و خورشید ایران متحد بمانید. پرچمی که 10,000 ایرانی شجاع جان خود را برای برافراشتن دوباره‌اش فدا کردند. اختلافات شخصی را کنار بگذارید. از موازیکاری و برنامه‌های جداگانه در یک شهر پرهیز کنید. تلاش‌ها را همسو و هماهنگ کنید تا اثرگذارتر باشید. به یاد داشته باشید که شما در چشم جهانیان نمایندگان ملت بزرگ ایران هستید. بنابراین رفتار شما باید شایسته، متمدنانه و در تراز اخلاق و فرهنگ ایرانی باشد. من و تیمم با دقت فعالیت‌های هماهنگ شما را دنبال می‌کنیم و به زودی برنامه‌های مرتبط با روز جهانی اقدام و همبستگی با انقلاب ملی ایران اعلام خواهد شد. نگاه هم‌میهنان شریفمان در ایران که در بند رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی هستند به ماست. دست در دست هم بدهیم تا رنجشان زودتر پایان یابد، تا به آزادی و رفاهی که شایسته آن هستند برسند. آن روز از همیشه نزدیکتر است. پاینده ایران.